فکر کنم هواداری پرسپولیس لذت برد از این آخرین بازی پرسپولیس توی ورزشگاه آزادی در آخر سال. واقعا همه ما لذت بردیم. ببین ما بازی قبلیش در موقع چادر و ملو گفتیم این تیم یک شکل جدیدی پیدا کرده. کارتال به خوبی تونسته اون تفکرات خودش رو پیاده کنه و چیزی که همه ما تو این چند سال انتظار داشتیم پرسپولیس اینجوری فوتبال بازی کنه ما چشمه‌ایش در چادر و ملو دیدیم و این بازی به تکامل رسید. الان پرسپولیس مثل آتش فشانی بوده که خاموش بوده، الان دوباره روشن شده. شما نوع بازی پرسپولیس نگاه می‌کنیم، من با اون که واقعا قبول دارم شاید ملوان روز خوبش نبود، اما باید به این نگاه کنیم که اینقدر پرسپولیس در جریان بازی، کنترل جریان بازی، شما ببینید یک چند دقیقه من نزدیک 2 دقیقه یا 3 دقیقه اصلا توپ به پای بازیکنان ملوان نمیخورد. ما میتونیم بگیم الان کارتال دیگه دقیقاً داره تیمشو پیدا کرده، میدونه بعد چیکار بکنه. کاملا. چرا میگم کاملا؟ یه تغییر عمده در ترکیب تیم پرسپولیس بود که من توضیح میدم. داشتیم با هم نگاه میگفتم بذار بازی تموم شه من میگم چیه. ببینید تو تیم پرسپولیس معمولا در تیم‌های دیگه هم اینجوریه، شما یک بازیکن تخریبی میذاری پشت، یه کارتریز یعنی کسی که بازیساز باشه میذاری جلو. دقیقاً کارتال اومد برعکس عمل کرد. حالا میبینید سروش رفیعی که در واقع در فوتبال رجیستا حساب میشه میاد عقب و اون کسی که جلو دعواره میکنه خداوند لوه. این چرا الان شما نوع بازی در واقع سروش نگاه کنید، سروش رفیعی دیگه جلو بازی نمیکنه، پشته، به خاطر اینکه بدون به تیم یک آهنگ تیمو کاملا در اختیار بگیره و این یک تغییر بسیار کوچیک اما تاثیرگذار در نوع بازی پرسپولیس. شما حالا ببینید سروش رفیعی بی‌نظیر داره فوتبال بازی میکنه، حتی بازیکنی نیست که بگی انتظاری از کار دفاعی بکنه، تخریبی بکنه، اما چون هوش سرشاری داره بعضی مواقع حتی جا میمونه، چون بازیخونی خوبی dare میتونه توپا رو قطع کنه. بازی گرفتن از سروش رفیعی جلوی خط دفاعی این اجازه رو به تیم پرسپولیس داده که بازی رو کنترل کنه و استفاده از کانال‌ها، چیزی که پرسپولیس در زمان یحیی گل‌محمدی و عثمان هم عالی انجام میده. حالا ما تو آنالیز نشون میدیم که دقیقاً داره همون کار انجام میده با یک شرایط دیگه، از اون استفاده میکنه. گیم پلنش متفاوته به این صورت که دورسون و علیپور یه نقش لینک بازی میکنن، کنارا میان تو که من کاملا نشون میدم که واقعا شکل خیلی خوبی داره بازی. حالا جو به نظر میرسه که نقش پیرلو رو به عهده گرفته سروش رفیعی، کاری که پیرلو میکنه. رهاد در مورد مازیار زاره صحبت کنیم که تو نشست خبری بعد مسابقه صحبتی کرده بود. زاره اسم کارتال هم جوابشو داده بود. اسم کارتال مازیار زاره گفته بود که ما قراره دردسر واسه پرسپولیس درست بکنیم نشست قبل از بازی و بعد از بازی هم گفته بود که موقعیتی نداشتن به جز اون 2 تا گل و اسماعیل کارتال هم اومده گفته بود که ما حالا 2 تا موقعیت گل داشتیم و اون 2 تا هم گل زدیم، شما چه کاری انجام دادین در بازی و ما اصلا موقعیتی به ملوان ندادیم. من می‌خواستم یه نکته راجع به علیپور بگم، اینکه یاد یک مصاحبه افتادم واسه اوایل دوران اومدنش به پرسپولیس بود و 200 میلیون دستمزدش بود که اون 200 میلیون هم نگرفته بود و من فکر میکنم که خیلی الگوی خوبی میتونه واسه این جوانای پرسپولیس باشه. چرا اون مصاحبه یاد من آورد که داشت در یک خونه از خونه عوامش زندگی میکرد و از باشگاه پرسپولیس درخواست داشت که حقوقش رو بگیره که بتونه بره خونه بگیره. الان داریم میبینیم که تبدیل شده به بازیکنی که با پای راست گل میزنه، با پای چپ گل میزنه، با سر چه گل زیبایی زد و در صدر بهترین گلزنان لیگ ایران. تیم ملی هم که دعوت شد. بله بعد از 6 سال.